میخوای با ارادشی به این نکته گوش کن. اصلا شعار نیست. اغلب آدما به دنبال حال خوشی هستن تا رفتاری درست بسازن. اگه حالش باشه میرم ورزش، اگه حالش باشه اتاقو جمع جور میکنم، اگه حالش باشه مطالعه میکنم. بیا برعکس عمل کن. اگه منتظری روزگار حال خوش برات بیاره، دیگران برات حال خوش بیارن، باش تا دستت ببندد روزگار. از این به بعد برعکس. برو ورزش، حال خوش میاد. خونه رو جمع جور کن، حال خوش میاد. رفتار درست انجام بده، حال درست میاد. امتحان کن، خواهی دید در هر شرایطی حال خوش یا بد باشی، رفتار درست حالت خوش خواهد کرد. گر بلا چون کوه آید و چون موی برود، چه باید کرد؟ رهایی خواهی از سیلاب انبوه، قدم بر جای باید بود چون کوه